خب دوستان سلام علیکم. انشاءالله که همه کسا خوب هستید، تنج هستید، نصیب باشد. کم تپس مرحله سفر ما آغاز میگردد. علیکم بر سلام. تشکر. علیکم بر سلام. دوستان عزیز، یک روزه اجو سفر داریم نصیب کرده باشد. خواستم که شما در حق و دعاگو باشید. با اون خاطره که دعا هم در زندگی مهم است. او قدر جای دور نه، تاشکند، ازبکستان. تشکر زیاد، تشکر زیاد. همه کسا دیگر خوب، سلامتی ها خوب، همیشه خوب باشید. اینا نگاه کنید، در فرودگاه ما چندین نفرها آدم ها قرار دارند. زنده باشید. سفر ما قدر زیاد نیست، 2 روز است. 2 روز پس انشاءالله باز به تاجیکستان عزیزمون برمیگردیم. با قریبی میشود انشاءالله، با قریبی حضور من. زنده باشین، زنده باشین. خب خداوند نگهبان شما باشد. برای کار در حق ما دعاگو باشید. خداتون احتیاط کنید. خدا نگهبان.